بسم الله الرحمن الرحیم. سوره طلاق کسی هم از سوره های مدنی هست. در این صورت حقوق زنها بیان شده. الله متعال بر از اون مردهایی که نمیتونن زندگی نرمال داشته باشن حق زنها را بیان میکنه که شما حق از اینا را طلب کنین، همراه زنها ولو که طلاق میکردین حقوق از اینا را پامال نکنین. این سوره به خاطر حقوق زنها نازل شده. الله متعال میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی، ای شخص با کرامت و با عزت. الله متعال رسول الله صلی الله علیه و آله به نامش یاد نمیکنه، با امر رتبهش یادش میکنه، به خاطر که پیش الله بسیار با عزت است. یا ایها النبی، ای نبی با عزت و با شخصیت. اذا طلقتم النساء، وقتی که شما طلاق کردین همسرانتان را، یعنی ای توصیه رسول الله صلی الله علیه و آله حکم الله هست که بر امتت بگو که وقتی که طلاق میکنن خانمهای خود را فطلقوهن لعدتهن، اینا را طلاق بتن در آغاز عدتشان. و آغاز عدت در چی میشه؟ اگر کسی که خانم خود ناسازگار است، در حالت حیض ناروا هست که طلاق بتی. آغاز عدت باید در حالت چی باشه؟ که خانم در حالت حیض نباشه، پاکی باشه. وحصل عدت، دیگه شما امی عدت چی کنین؟ ایره حساب کنین. واتقوا الله، و از الله بترسین، ربکم که خالق شماست. لا تخرجوهن من بیوتهن، ای زنها را خارج نکنین از خانه هایشان، ولا یخرجن، و خودشان هم خارج نشن از این خانه هایشان، الا ان یأتین بفاحشة مبینه، مگر که اینا کدام بی حیایی آشکار انجام داده باشه که با زور از خانه کشیده میشه. و تلک حدود الله، این حد الله هست که اگر خانم طلاق هم میتین تا زمانی که عدت ازی تکمیل میشه این محترمانه برخورد امرایش بکنین. چرا مردمای بیدین وقتی که خانم خود جور نامدن، سازگاری نبود، باز اونا را زیاد اذیت میکنن، طلاقشان یا نمیتن، یا وقتی که طلاق دادن اینا را عاجل از خانه میکشن، عدتش را نمیزنن، اینا را به سرنوشت میگذارن. این کارهای مردمای بیدین نکنین. این حدود الله هست، اما حد است که الله تعیین کرده. و من یتعد حدود الله، و هر کسی که تجاوز میکنه از حدود الله فقط ظلم نفسه، او بالای از او ظلم نکرده، بالای نفس خود ظلم کرده. لا تدری، تو نمیفهمی، لعل الله یحدث بعد ذلك امرا، شاید که الله متعال بعد از این پیدا بکنه کدام امر یا کدام سخن جدید یا حکم جدید الله متعال باز آشکار بکنه. میشه یک نفر مثلا طلاق کرده، رجعی هست، الله متعال برشان توفیق میده، بازی دوباره در طلاق رجعی با هم چی میشن؟ پس عودت میکنه یا دوباره با هم زندگی خود آغاز میکنن. چرا طلاق یکی طلاق رجعی است، یکی باین است، یکی ثلاثه هست. طلاق رجعی است که شوهر حق داره که باز چی کنه؟ پس مراجعه بکنه. یک نفر خانم خدا میگه تو طلاق هستی مطابق شریعت، باز یک ماه صبر میکنه، این حال می خلال یک ماه یک دفعه برش امکانات پیدا میشه که این چی کنه؟ که پس مراجعه بکنن. پس بیاین زندگی خدا چی میکنیم؟ ادامه میتیم. خب فاذا بلغن اجلهن، وقتی که برسن به مدت میعادش، فامسکوهن بمعروف، یا شما او را به نیکی نگاه بکنین، او فارقوهن بمعروف، اگر میخواستین که با صحیح طلاق بکنین، جدایی بکنین به بسیار معروف و نیکی. و اشهدوا ذوی عدل منکم، وقتی که طلاق هم میتین در این وقت باید شما شاهد بگیرین، زود عجله نکنین که یک دفعه. بعض مرداست یک دفعه چی میکنن؟ خانم خدا طلاق میتن بدون از اینکه مجلس در نظر بگیرن، شاهد بیارن. این از این خاطر ازی است که اگر شاهدا را بخواین بشینن، اونا در بینشان ایجاد تفاهم میکنن. یک دفعه این مرد خانم خدا طلاق میته، باز یک ماه بعد ببینید که میای که استاد تباه شدم، که درباد شدم، کشتکایم برباد شد. برباد تباه شدی، آدمگری یاد میگرفتی، انسانیت یاد میگرفتی، اخلاق یاد میگرفتی، شریعت الله را تطبیق میکردی. ولو که خانمت طلاق هم میکردی، الله متعال میگه چی کنین؟ شاهد بگیرین، ذوی عدل منکم. مثلا کسی که صاحبای چی هستن؟ صاحب عدالت هستن، مردمای خوب است. و اقیموا الشهادة لله، و ای اقامه بکنین شهادت به خاطر الله. ذالکم یوعظ به، ای وعظ کرده میشه به آن، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، بر کسی که ایمان به الله و روز آخرت داشته باشه. و من یتق الله، و هر کسی که تقوا میکنه به الله، یجعل له مخرج، الله برش راه نجات پیدا میکنه. و یرزقه من حیث لا یحتسب،
یعنی اگر تو تقوا داشته باشی، الله متعال در هر سختی راه بیرون رفته برات ایجاد میکنه و رزقت هم از جای بر تو رزق میرسونه که تو هیچ فکر نمیکردی، گمان نمیکردی. و من یتوکل علی الله، و هر کسی که توکل به الله میکنه فهو حسبه، این برای کافی است. ان الله بالغ امره، یقینا الله پورا کننده از حکم خود را. قد جعل الله لكل شیء قدرا، الله متعال برای هر چیزی یک اندازه را تعیین کرده. در قسمت سوره طلاق با شما گفتیم که سوره طلاق از جمله سوره های مدنی بود که در احکام بیان میشه، نظام های اسلام بیان میشه. در نظام اجتماعی اسلام یک موضوع هست که اصلا طلاق یک چیز خوب نیست، طلاق یک چیز درست نیست، یعنی یک چیز نیست که انسان در علاقمندی و رغبت داشته باشه. ولیکن در جامعه بعضی چیزها هست که به اساس مجبوریت و به اساس ضرورت این مشروعیت پیدا میکنه. در جهان غرب از طلاق تنفر میکنن و میگن که باید خانم ها طلاق داده نشه. یک وقتی یک جریده را خواندم، گفتن در اسپانیا در یک سال تقریبا 300 خانم به خاطر از این کشتن که اونجا طلاق قانون نیست. وقتی که نمیتونه رابطه فامیلی خود ادامه بده، پس اونا مجبور می شدن که به خاطر خلاصی از شر خانم خود حتی او را به قتل برسانن. و به این خاطر دین اسلام یک دینی هست که امو واقعیت‌های جامعه را، چیزی که واقعیت است، و در نظام اجتماعی اسلام همیشه مسلمان ها به این تشویق میشن که ازدواج بکنن، احکام مثلا ازدواج مراعات بکنن، اخلاق اسلامی را مراعات بکنن. در قسمت خانم های خود همی قسم که شوهرها حق دارن، خانم ها حق دارن که حقوق مادی دارن برشان باید داده شود، حقوق معنوی برشان داده شود، احترام و اخلاق اینجا زیاد مراعات شود. ولی بالاخره در صورتی که هیچ راهی نباشه برای خلاصی از این مشکل، باز اینجا اسلام اجازه میده که طلاق بده، نه به خاطر خواسته های نفسی و نه به خاطر مسائل شخصی، بلکه بعضی اوقات ضرورت میشه و زندگی که یک انسان میکنه ادامه پیدا نمیکنه، پس مجبور میشه که امو خانوادی را که تشکیل داده او را با امو تلخی و سختی که داره خانم شوهر از هم جدا شوند. ولی در اون صورت هم اسلام شرایط خدا داره که با وجود از اینکه یک کس خانم خدا مجبور میشه طلاق بده، باید طلاق مستحب بده. یکی طلاق مستحب است و یکی طلاق بدعی هست. طلاق مستحب و سنی که به طریقه سنت رسول الله صلی الله علیه و است اجازه هست، وی است که یک خانم در حالت حیض طلاق داده نشه. اگر کس خانم خود در حالت حیض طلاق میده، این بدعت است و ناروا است، بلکه بگذاره در حالتی که طهر است، پاک است، عادت ماهوار ندارن و در امو عادت همراه همسر خود نزدیک نشده، در اون صورت باز میتونه که چی کنه؟ طلاق بده. و این کلش حکمت های خود داره که وقتی انسان در بارش فکر میکنه و هر کدامش یک حکمت خاص خود داره. الله متعال میگه که ما شما دیروز هم خواندیم که چی است؟ وقتی که باز طلاق میته، طلاق منفردانه نته، مثلا بدون حضور داشت مردم اگه طلاق میته، این هم بدعت است، ناروا است، حرام است. پس باید در حضور شاهدین شاهدا را بخواین و در مقابل از اینا این کار بکنن. میشه که شاهدا بر از مثلا یک دوستایی را که میخواه که ما میخوایم خانم ما طلاق بده، اونایی را قناعت بتن، یک قناعتی از اینا حاصل شود و همین مشکلات جامعه مرفوع شود. در قسمت زنها چند قسم هستند. یکی زنهای هستند که اونا زنهای عادی و نرمال و صحتمند هستند. یکی 4 قسم زنها هست. یکی دخترهای جوان هستند که هنوز به سن بلوغ نرسیده. میشه یک کسی با یک دختر نکاح کرده باشه که به سن بلوغ نرسیده باشه. یک قسم خانم های هستند که اونا آیسه گفته میشن. آیسه خانم گفته میشه که او چی باشه؟ از دست سن بزرگی رسیده و از عادات ماهوار بیخی کاملا خلاص است. به حساب بزرگی سن دیگه عادات ماهوار نمی داشته باشه، این آیسه میگن. بعضی خانم ها را مستحاضه میگن. خانم مستحاضه خانمی است که همیشه مریض هست و امو خون میبینه، این را مستحاضه میگن. یکی حائضه هست که ماهوار عادت داره، او را حائضه میگن. وقتی در حالت عادت
ماهوار خود می باشه، او را باز حائضه میگن، از حیض گرفته شده. و مستحاضه خانم مریض را میگن که او به اساس مرض خونشان قطع نمیشه، مثل یک مرد از بینیش خون میره، خون رعاف میگن، رعاف ری عین الف، همیشه خون بینیش جاری است. میباز نسبت به انسان که صحتمند است عادتش فرق میکنه. حالا الله متعال امی خانم ها را میگه والله یئسن من المحیض. خب او خانمی که صحتمند است و جور است، در آیت قبلی گفت که اونا وقتی که اونا را طلاق میتن چیزشان چی هست؟ سه چی هست؟ ثلاثه قروء هست، ولی قروء میگن. قروء را بعضی ها سه حیض میگن یا سه طهر میگن، یعنی عدت از اونا سه حیض یا سه طهر است. والله یئسن من المحیض میگه اگر یک کسی خانمش مثلا سنش بسیار کلان است و آئسه هست، آئسه یعنی به اساس بزرگی سن عادت ماهوارش از بین رفته، حکم از اینا چی است؟ والله و او خانم هایی که یئسن ناامید میشن از من المحیض از حیض، من نسایکم از همسرانتان، این ارتبتم اگر شما شک کردید، حالا اونا حیض نمیبینن که ما بگیم سه حیض یا سه طهر، خیلی اونا چی کنن؟ فعدتهن ثلاثه اشهر، باز عدت از اونا 3 ماه هست. والله ان لم یحضن، و همچنان او دختران کم سنه که هنوز عادت ماهوار ندارن، از اونا هم 3 ماه هست عدتشان. و اولات الاحمال، خب اگر یک خانم حمل داشت و او طلاق شده بود، از اونا عدتشان چه وقت است؟ میگه و اولات الاحمال و صاحبان حمل، یعنی خانم هایی که حمل می داشته باشن، اجلهن مدت عدتشان ایضعن حملهن، ای که بگذارن یا ولادت بکنن حملهن، امو حملشان، امو طفل که اونا حامله هستن. و من یتق الله، و هر کسی که از الله بترسه، یجعل له من امره یسرا، الله متعال برش کارش آسان میسازه. ذالک، همی قوانین و همی احکامی که است، امر الله، ای به اساس امر و حکم و هدایت الله هست، انزله الیکم، که نازل کرده بر شما. و من یتق الله، و هر کسی که از الله بترسه و در قسمت خانم های خود از حد تجاوز نکنه، سر از اونا ظلم نکنه، یکفر عنه سیئاته، الله متعال میبخشه گناه های از او را، و یعظم له اجرا، و اجر و پاداش از او را بسیار عظیم و بزرگ میگرداند. اسکنوهن، جای بدهید این زنان را، جای بدهید این زنان را، یا سکونت یا جای منزل و سکنا بدهید، من حیث سکنتم، با مو شکل که سکنتم شما خودتان سکونت میکنین، زندگی میکنین، یعنی در مدت عدت به می خانم مطلقه امکانات زندگی و رهایش آماده بسازین، به مو شکلی که خودتان زندگی میکنین، من وجدکم به اندازه قدرتتان. ولا تضروهن، و شما ضرر نرسانید به این خانم ها، لتضیقوا علیهن، که سر از اونا بسیار ضیقی و حالت تنگی بیارین، علیهن برایشان. و این کن اولات حمل، اگر امی خانم ها حامله باشن، فانفقوا علیهن، باز شما نفقه بکنین بالای از اونا، حتی یدعن حملهن، تا زمانی که اینا امو حمل خود بگذارن یا امو حمل طفلشان تولد شود. فین ارضعن، خب آل امو طفلک تولد شد، فین ارضعن، اگر شیر دادن لکن برای شما، فآتوهن اجورهن، پس بتین برای اونا اجر ای خانم ها را. و اعتمروا بینکم بمعروف، یعنی مشوره کنین در قسمت امی اجری که برای خانم شیر دهنده داده میشه، مشوره بکنین به شکل درست، امو مالی که مستحق میشه باید برش بتین. و این تعصرتم، و اگر شما سختی کردین، یعنی جرامت نکردین، یکی میگفت 2000 دیگهش میگفت 5000، اینجا عصر به معنای سختی هست، تعصرتم یعنی سختی و جنجال کردین، فسترضع له اخرى، باز شیر بدهد برای یک خانم دیگه. حتمی نیست که مادرش میشه، باز برین یک دایی دیگه پیدا بکنین، خانم دیگه ای که او باز پول کمتر بگیره، بازو برای چی بده؟ شیر بده. ولیکن الله متعال میگه لینفق ذو سعت من سعته، هر کسی که نفقه میته باید
او تو نفقه بده که ذو سعه، کسی که صاحب دارایی هست، امکانات خوب داره، من ساعته موافق بمو دارایی خود. یعنی مثلا یک شوهر است، خانم خود طلاق داده، آل نفقه از او که بالای لازم هست در مدت، ای باید از امو غذای برش بده، امو چیز نفقه بده که تواناییش داره. تو نکنه که خودش برای خود گوشت و کباب بیاره و برای او بیچاره تمام روز کچالو بده. نه، بلکه الله متعال میگه نفقه بده صاحب دارایی مطابق اونمو توانایی خود. و من قدر علیه رزقهم، و کسی که تنگ از رزقش، یعنی مثلا غریب است، فلینفق، پس نفقه بده مما آتاه الله، از امو چیزی که الله برش داده. وقتی که خودش دال و کچالو میخوره، غریب است، بر از او هم دال و کچالو میتن. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، مکلف نمیسازه الله هیچ نفسی را مگر موافق آنچه که الله برش داده هست. یعنی برای پولدار مکلفیت بلندتر است و برای فقیر مکلفیتش به اندازه تواناییش است. سیجعل الله بعد عسر یسرا، پس میگرداند الله متعال، یا زود پیدا میکند الله بعد از هر عسر، سختی و تنگی، یسرا آسانی. و که ای من قریه، و بسیاری از قریه هایی بودن که عتت عن امر ربها، که اونا نافرمانی کردن از حکم رب خود و رسوله و از امو فرمان پیغمبر خود. الله متعال میگه فحاسبناها حسابا شدیدا، فحاسبناها، باز ما اونا رو محاسبه کردیم، مؤاخذه کردیم، حسابا شدیدا، حساب کردن بسیار سخت، و عذبناها عذابا نکرا، و تعذیب کردیم اونا را، عذاب دادیمشان را، عذابا نکرا، عذاب بسیار امتو سخت و شکننده. فذاقت وبال امرها، پس چشیدن جزای کار خود را. و کان عاقبت امرها خسرا، و بود عاقبت کارشان، همی که نافرمانی کردن، سرکشی کردن، عاقبت سرکشیشان خسرا، نقصان بود، خساره بود. اعد الله لهم، آماده کرده است الله متعال برایشان، عذابا شدید، عذاب بسیار سخت. فاتقوا الله، پس بترسین از الله، یا اولو الالباب، ای صاحبان قلب سلیم و عقل سالم، الذین آمنوا، کسانی که شما ایمان آوردن، قد انزل الله الیکم ذکرا، یقینا که الله متعال نازل کرده بالای شما ذکر، حکم را و شریعت را. یعنی اینجا چون مسئله خانم ها مطرح میشه، مسئله خانواده هست و نظام اجتماعی اسلام است، این زیادتر بر مردها تهدید میکنه که اگر شما سرکشی بکنین عذاب سخت بر شما میاد، تا در قسمت حقوق خانم ها شما تجاوز نکنین، ظلم نکنین، بیعدالتی نکنین، بلکه حقشان برشان بدین. رسولا، پیغمبری بر شما فرستاده شده هست. بعض علما میگه که یعنی ذکران چی هست؟ همین ذکری که الله نازل کرده. بعض علما میگه که رسولا یعنی پیغمبر است که ای بر شما چی میکنه؟ یتلو علیکم آیات الله، که تلاوت میکنه بر شما آیات الله را، مبینات، بسیار واضح، لیخرج الذین آمنوا، تا خارج کنه کسانی را که ایمان آوردن و عمل الصالحات و اعمال صالحه میکنن، من الظلمات، از تاریکی ها، الی النور، به طرف روشنایی. و من یؤمن بالله، و هر کسی که ایمان به الله بیاورد و یعمل صالحا و اعمال صالحه بکنه، یدخله جنات، الله متعال را داخل میکنه به باغهایی که تجری من تحت الانهار، که جاری میباشد از زیر آن جویبارها، خالدین فیها ابدا، همیشه در اینجا میباشند. قد احسن الله له رزقا، یقینا که الله متعال رزق بسیار حسن و نیک را بر از او آماده ساخته است. الله ذاتی هست، الذی، اتو ذاتی است که خلق سبع سماوات، الله ذات با عظمت و کبریایی هست که خلق سبع سماوات، خلق کرده 7 آسمان را، و من الارض مثلهن، و مثل 7 آسمان 7 طبقه زمین هم خلق کرده. یتنزل الامر بینهن، که نازل میشه حکم الله در بین آسمان ها و زمین، لتعلموا، تا که شما بدانید که ان الله علی کل شیء قدیر، که یقینا که الله متعال به هر چیز قدرتمند است. و ان الله، و یقینا که الله متعال قد احاط بكل شیء علما، احاطه کرده هست به هر چیز از نگاه علم.